اگه دور و برت پر از آدم‌های منفی با افکار منفیه، این پست مال توه. بارها شده به خاطر فضای سنگینی که انرژی منفی یه سری افراد ایجاد میکنه، حاضر نشدیم پامونو یه جاهایی بذاریم. چرا؟ شاید از ترس اینکه نکنه انرژی منفی اونا افکار مثبت ما رو هم تحت تاثیر قرار بده. پس نمیشه که از طبیعت انرژی گرفت ولی به انرژی سنگا اعتقادی نداشت. این پست مخصوص توه، چون قراره هر انگشتت یه سپر مقاوم شه در برابر همه انرژی های منفی. سنگ کوارتز یه محافظ قدرتمنده که میتونه ارتعاشات و فرکانس های منفی و بد افراد مثل حسادت، کینه یا بدخواهی رو دفع کنه. چجوری؟ کوارتز با تقویت میدان انرژی واسط یه حاله محافظ ایجاد میکنه که مثل سپر عمل میکنه، یعنی انرژی های منفی رو جذب و دفع میکنه. آدمای منفی ممکنه باعث سردرگمی و پریشونیت بشن. اونجاست که کوارتز با تقویت ذهن و شفافیت فکری بهت کمک میکنه تحت تاثیر افکار منفی دیگران قرار نگیری و قدرت تصمیم گیری تو بالا میبره. تورمالین سیاه هم از بزرگترین سنگ‌های محافظ و از قدرتمندترین سنگ‌ها برای دفع انرژی‌های بده. لابلادوریت یا سنگ جادوگر. چرا؟ چون جادوت میکنه و یهو دگرگونت میکنه، ولی یه جادوی کاملا مثبت، چون باعث بالا رفتن آگاهی و توانایی‌های ذهنیت میشه. سنگ آخر رو من معرفیش نمیکنم. چرا؟ تا تو بهم بگی چیه و چه خواصی داره.